به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر از زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران عالی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز با خواهش یک برادر درباره بحث مادر و پسر عاید قرضهای همدیگر یک نقل تربیوی برای شما بیان میکنم. و البته اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، خداوند مهربان مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. پیش از آن که این قصه را آغاز میکنم، میخوام یک دو مثالی که شاعر میگه: یک شب رنجی که مادر کشید، با دو جهانش نتوان برکشید. پسری از مادرش پول خواست، اما مادر با او اون پول طلب کرده پسرش را نداد. میدونست که پسرش این پولها را در جایهای بیهوده صرف میکند. پسر را قهر و غضبش بالا شد و به خانه در آمد. پس از چندی که مادر در آشخانه مشغول خوراک‌پزی بود، پسر آمده در نزد مادر در آشخانه راست ایستاده ورقه را برآورد و خواند: یکم، مبلغی که من در مدت این هفته خانه را رفتم 70 سامان. دوم، مبلغی که به جای تو رفته از بازار خراجات کرده می بیایم 20 سامان. سوم، مبلغی که کاهایم را نگاه بین می کنم 20 سامان. چهارم، مبلغی که در مکتب با بهای خوب می خوانم 70 سامان. پنجم، مبلغی که مال و دیگر چیزهای خانه را نگاه بین می کنم 20 سامان. جمع همگی 200 سامان این هفته باید به من دهی، زیرا که رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگویند: مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرق جبینش بدهید. مادر لبخند زده ورق را از دست پسرش بگرفت و در پشت آن می نویسد: مبلغی که 9 ماه در بطنم تو را برداشتم، این بی‌بهاست. مبلغی که 20 ماه تو را شیر دادم، این هم بی‌بهاست. مبلغی که در خردسالیت تو را شستشوی می کردم و لباست را عوض می کردم، این هم بی‌بهاست. مبلغی که شب‌های بیدار خوابی می کشیدم در حالت بیمارت تا صبح می نشستم، این هم بی‌بهاست. تا امروز تمام سر لباسی برایت خریدم، اینها هم به حسابند. ای پسرم، اینها همه یک سو آن محبتی که نسبت به تو دارم نرخ و قیمت ندارد. پسر نوشته های مادرش را دید، چشمانش پر از اشک شدند و به سوی مادر نگریسته گفت: مادر، مرا ببخش. سپس ورق را گرفت و با خط کلان در زیر نوشته های مادرش نوشت: قرضی که هرگز ادا کرده نمی توانم، این خدمت به مادر است. مادر چقدر قیمت و مهربان، غمخوار نسبت فرزندان، اما متاسفانه بعضی از شخصان مادر خود را سخنان قبیح میگویند، میرنجانندش، در حالی که خداوند متعال حتی اوف گفتن را در نزد پدر و مادر روا ندیده است. زیرا خداوند متعال در سوره اسراء آیه 24 می‌فرماید: خداوند مقرر دانست که بجز الله هیچ کسی را سجده مکن و نسبت پدر و مادر با مهر باش، و یکی از آنها یا هر دو در حالت بیمار شوند، به آنها اوف مگوی، برعکس به آنها مهربانی کن و سخن نیک بزن. خداوند مهربان هر یک ما و شما را برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت فرمایه و خدمت پدر و مادر را صافدلانه کردن نصیب روزی گرداند. و هر یک کار خطایی که در این عمر 2 روزه خود میکنیم، پروردگار مهربان با رحمت و کرم خود اونها را مغفرت گردانیده همه ما و شما را برای راست هدایت من گرداند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام، دوست و برادر شما، امید رحمت.